امروز اومدیم با آنباکس کیندی. میخوایم بریم کیندی بخریم و از راهمون که میخوایم بریم تو مسیر بهتون نشون میدیم. حالا اگه هنوز ویدیو ما رو لایک نکردین و کانال ما رو ساب نکردین حتما همه کارا بکنید. یه کامنت هم بذارید. زنگوله رو بزنید روی آل که هر موقع ما ویدیو گذاشتیم بهتون خبر بدن. بریم سراغ ویدیو. که توی مسیر خرید کیندی هستیم، توی بارون نم داره میاد، واقعا هوای خوبی، جاتون خالی. امیدوارم که کارتای خوبی در بیاد. بریم بقیه‌اش رو ببینیم چی میشه. بالاخره رسیدیم، می‌خوایم بریم کیندی ها رو بخریم. بریم ببینیم چی میشه. داریم کیندی ها رو انتخاب میکنیم. من اینو برمی‌دارم یکی با یه بنفش. خب من یه بنفش، رو یه دونه آبی کمرنگ. اومدیم خونه و کیندی رو خریدیم. یک هیروز آبی و هیروز بنفش همونه. فقط عکسای وسطش. اول من شروع باز کنم. فرق نمیکنه باز کن. ولی من میخوام یکی از بکامو باز کنم. بنفششو بنفشمو بعد صبح بنفش. خب بیارین نزدیک که بچه‌ها بریم نشون بدیم که کاملا پلم بود چون دیگه از مسیر خرید. خب استند بازیکن، بروشور، یه کارت توتی پرمیوم توتی، تئو هرناندز 98. خب برچسب هم زیکو 99. استند و اینم که سانچز دروازه‌بان چلسی. کارت سانچز دروازه‌بان چلسی. باز کنم. بریم جلو بچه‌ها. خب الان میام بسیم درش بیارم. خب اون که استندشه. اولین این که استند کوچ مربی آلمان اتریش مربی اتریش و آلمانیه. خب کارت برچسب رو اول نشون بدیم. برچسبا یک دونه برچسب ایکر کاسیاس. سه تا برچسب. دو تا چیز مورینیو گذاشتن اشتباه. سه تا برچسب. استند مربی و کارت ادوانس چلسی ببینیم کیه. پیتر چک. کارتش اوورش 99 ولی خب بازم کارت خوب باز کنه. 99 92 باز خوبه. بچه‌ها نگاه کنید، الان که ویدیو رو دیدید لایک کنید. لایک ها به 10 تا الا من 15 تا برسه 20 تا باشه، ولی اگر 15 تا برسه بازم پارت 2 شو میذارم. فقط 3 تا برچسب داد هستش. خب حالا صبحانم میگم کارت بذار ببینیم. من صبحان ببینم من چیه. ببینیم چه کارتیه. واسه در بیارم. امیدوارم یه کارت خوب در بیاد. استنداشو گذاشتیم. بروشور و یه کارت ادوانس. کارت امضای کاسیاس. که برچسبش هم این که برچسبش امضاش. ببینید کارت امضا کاسیاس. حالا من میام. خب اینا که دیدید برچسبا. استندم که ایشون هستن. خب کارت آخر پک آخر امیرعلی. و اگه لایکای ویدیو زیاد شه ما حتما پارت 2 شو میذاریم به 15 تا یا 20 تا. 15 تا 20. بیا جلو بچه‌ها. یه استنده که ببینید استنده رو میذاریم. یک استند مال گابریل جسوس. نه جسوس. برچسب امباپه 98 و راین استرلینگ. خب کارت بیسی گابریل و کارت یورو من یونایتد وین رونی 96. نشون بدم به بچه‌ها. خب کارت 96 من که شد یوروی وین رونی من یونایتد 96. ادوانس چلسی پیتر چک مربی اتریش
و بیستیک گابریل جسوس و کارتای سوپانم که سانچز دروازه‌بان چلسی، دروازه‌بان اسپانیایی چلسی. بیسیک کارت ادوانس، میلان، اینتر، مایکون کارت مایکون و تئو هرناندز 98 کارت توتی و از همه مهمتر امضای آقا کاسیاس. اینم شد مینی فیگورای من. اینا مینی فیگورای من. مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. دو تا ویدیویی که اینجا هم میادم ببینید حتما. خداحافظ.